سرخط مهمترین خبرها: رئیس جمهور قرقیزستان وارد دوشنبه شد. اعتراض گروهی از مخالفان حکومت در برلین و وزیر نقلیات روسیه بعد برکناری خودکشی کرده است. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 8 ایول است و ساعت در دوشنبه 10. صادر جاباروف رئیس جمهور قرقیزستان با سفر دولتی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان یک روز پیش درباره این سفر خبر داده اما جزئیات آن را نگفتند. تنها این معلوم است که صادر جاباروف در سفر 2 روزه اش به دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان و رهبران هر دو پالات پارلمان ملاقات می‌کند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که 8 ایول حرکت در راه‌های اساسی پایتخت محدود می‌شود. خبرگزاری دولتی خاور نوشت که روزهای 7 و 8 ایول در شهر دوشنبه فورم صاحبکاران تاجیکستان و قرقیزستان برگزار می شود. دو طرف که سالها باز همکاری‌های اقتصادی درستی نداشتند، امکانات تجارت و داده‌گیری بین همدیگر را بررسی می‌کنند. تاجیکستان و قرقیزستان 10 سالها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشورها تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته 2 بار با هم سخت جنگیدند و ماه مارس امسال سازشنامه مرزی را امضا کردند. بعد این گذرگاه‌های بسته مرزی برای مردم دو طرف که سالها بین هم تجارت و معامله داشتند باز شد. گروهی از فعالان تاجیکستانی روز 7 ایول در نزد سفارتخانه تاجیکستان در شهر برلین تظاهرات کرده خواستار آزادی عبدالله شمس‌الدین و دلمراد ارگشف شدند. این دو پناهجوی تاجیک در سالهای 2023 و 2024 از آلمان اخراج شده در تاجیکستان به زندان محکوم شدند. فرهاد آدینه، فعال سیاسی و یکی از شرکت کنندگان نمایش اعتراضی به رادیوی آزادی گفت بعد تظاهرات در نزد سفارت تاجیکستان برای اعتراض نزد وزارت کارهای خارجی آلمان می‌روند. در نوار و عکس‌هایی که دسترسی رادیوی آزادی شد، یک گروه زادگان تاجیکستان و زن آلمانی با شعار و عکس‌های عبدالله شمس‌الدین و دلمراد ارگشف دیده می‌شوند. فرهاد آدینف میگوید که زن آلمانی که عکس عبدالله شمس‌الدین را روی دست برداشته با بلندگویک آزادی و برگرداندن او را طلب دارد، مادرخواندی او خانم کارنلیا سوهان است. مقامات آلمان در ماه ژانویه سال 2023 عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. دلمراد ارگشف پناهجوی دیگری تاجیک نیز با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان ماه نوامبر سال 2024 از آلمان اخراج شد. نمایندگان مخالفین گفتند او در تاجیکستان بازداشت شده است ولی سرنوشت بعدیش معلوم نشد. کشورهای اروپا در سالهای اخیر چندین پناهجوی تاجیک را اخراج کردند که بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. رومان ستاروویت، وزیر نقلیات روسیه که روز 7 ایول از مقامش برکنار شده بود، خودکشی کرده است. در این باره نشریه کامرسانت و چند تلگرام کانال روسی خبر دادند. کمیته تفتیشاتی روسیه مرگ منصبدار سابق را تصدیق کرد اما درباره خودکشی بودن حادثه رسما چیزی نگفت. در خبرنامه رسمی تنها آمده است جسد رومان ستاروویت در ماشینش پیدا شد. چند رسانه روسی با تکیه به منابعشان نوشتند که وزیر سابق خودکشی کرده است. تلگرام کانال مش نوشته است که یک سبب دست به خودکشی زدن وزیر سابق آغاز پرونده جنایی است. این تلگرام کانال با تکیه به منابعش نوشته است که رومان ستاروویت با آن متهم میشد که هنگام کارش در مقام والی کورسک دست به قلابی زده است. ستاروویت تا تعیین شدنش به مقام وزیر نقلیات روسیه در ماه می سال 2024 والی کورسک بود. نشریه کامرسانت نوشته است که وزیر سابق را بیگاه 7 ایول باید دستگیر می‌کردند. ساکنان جماعت اماندره پنجکن شکایت دارند که دریای زرافشان زمین‌های شاله را شسته می‌برد اما مقامات برای ساحل بندی کمک نمی‌کنند. مقامات از این وضع بی‌خبری کردند. با گفته ساکنان جماعت اماندره 1 ماه زیاد شد که سطح آب دریای زرافشان بلند شده از 300 هکتار زمین شاله قریب 20 هکتار شاله را شسته برد. شکایت اساسی ساکنان این است که آنها با امکانات‌های محدود پیش آب را گرفتنی هستند اما مقامات برای یاریشان نمی‌آیند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده شهر پنجکن در اول از این وضع اظهار بی‌خبری کردند اما بعداً به زنگ‌های ما پاسخ ندادند. در نوارهایی که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند دیده می‌شود که اهالی تلاش دارند ساحل را بندند. نوار فرستاده ساکنان را با هم ببینیم.
از من همینجا گذرد تمام دایره یکم گز نمیبرد نمیدونم چی شدگی شب تا ساعت 4 کار کردیم باز را آمدیم من یک وجب ماندگی یک وجب همین یک وجب تمام میگذرد من اینجا یک وجب مان از بستیم نبستیم من همین خال نمیشه برم میرم من با تکنیک اینجا به نمی بیاد من خاک دست کتی من خاک کشیده است من درخته اوجی احتیاج شدم من حاضر غلطان دستم اینجا من اینجا بینید حاضر نباکه که نازم غلطان دستم اینجا من رفت همساله مقامات تاجیکستان از مستحکم کردن ساحل ها خبر میدهند، اما در بعضی حالت آب دریا مانع ها را گذشته باز خرابی می‌آورد. در گذشته چند حالت فسادکاری در لایه‌های مستحکم کردن ساحل رسانه‌ای شده بود. مأموریت دونالد ترامپ گروه هیئت تحریر شام را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام کاخ سفید تلاش برای تعامل با دولت جدید سوریه گفته می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این تصمیم حدود 2 هفته پیش گرفته شده، اما قرار است روز سه‌شنبه 8 ایول اجرایی شود. مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در اطلاعیه رسمی گفته است بیرون کردن نام هیئت تحریر شام از روی خط گروه‌های تروریستی با مشورت دادستان کل و وزیر خزانه‌داری گرفته شده است. هیئت تحریر شام قبلا جبهه النصره نام داشت. بسیار از مقامداران حکومت فعلی سوریه از جمله پرزیدنت موقت این کشور احمد شار از اعضای فعال تحریر شام به شمار می‌روند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه می امسال با احمد شار در شهر ریاض عربستان سعودی واخورد و بعدا تحریم‌ها علیه سوریه را بیکار کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 ایول را فرا می‌گیرد. 8 ایول سال 2019 مقامات مرگ 14 زندانی در راه از خوجند به دوشنبه را زهرآلودشوی از نان نامیدند. برخی خویشاوندان محبوسان به خلاصه‌های مقامات شبهه دارند. قضیه‌ای که چند ماه بعد آشوب‌های پرخشونت زندان‌های خوجند و وحدت رخ داد به وجود مشکلات جدی در نظام زندان‌های تاجیکستان اشاره کرد. 8 ایول سال 2014 مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر پایه تحقیقات گفت از سال 2004 تا 2014 گرمایش اقلیم باعث آب شدن نزدیک 1000 پریخ در قلمرو این کشور شده است. این حالت باعث کم‌آبی و آفت‌های بیشتری طبیعی شده برای اقتصاد تاجیکستان زیان‌آور نامیده شد. 8 ایول سال 1991 در دوشنبه آوازخوان منیژه سنگین تولد شده است. هنرمند فعال و حامی حقوق، سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد سال 2021 روسیه را در آزمون بین‌المللی یورویدنیا نمایندگی کرد. هنرنمایی دختر تاجیک تبار موج حمله‌های لفظی و اینترنتی ملت‌گراها و نژاد پرستان را به بار آورد، ولی بسیار نمایندگان هنر و موسیقی به حمایت او صدا بلند کردند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 124 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 955 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 8 ایول چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نویدی بامدادی بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org مطالعه کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.